5 چیز را در وقت افطار از الله متعال طلب بکنید. این 5 چیز را رسول الله صلی الله علیه و سلم همیشه از الله متعال طلب میکرد، حتی در میان سجده های خود. این 5 چیز چیست؟ میگفت رب اغفر لی وارحمنی واهدینی وعافینی وارزقنی. لایکی. در ماه مبارک رمضان هر کس یک بار سبحان الله بگوید، الله متعال 1000 نیکی در پرونده نامه اعمال او نوشته می کند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کس روزانه 100 بار بگوید سبحان الله و بحمده، 100 مرتبه بگوید، الله متعال در پرونده نامه اعمال او 100 نیکی نوشته می کند و گناهان او را معاف می کند، اگر چند گناهانش به اندازه کف دریا باشد. فقط 100 بار سبحان الله و بحمده، سبحان الله و بحمده. در روایت دیگر آمده است هر کس روزانه بگوید که سبحان الله العظیم و بحمده و یا سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم، در برابر هر بار که میگوید الله متعال در بهشت برای این فرد یک درخت غرس میکنه، درختانی که یک اسب لایکی.